بچه‌ها کاور ویدیو کاور ویدیو داره. بچه‌ها کاور ویدیومون اینطوری میگیریم که نه تو ویدیو میذارم. خب بچه‌ها بریم آیتمای جذابو بخریم. بریم تست کنیم. ارزون بود دیگه. آره ارزون. بچه‌ها گرون نداریم. من قرار خرج کنم تو این ویدیو. اول قرار خرج کنه بعد مدت‌ها اصلا ببینی حرکت قفله. اصلا قفله. ببین مدیون فکر که اشتراک دارم و پول نباید بدم. اشتراک داره از این پول نمیده این بیشرف. بیا برو بیرون. من فقط برای دخترا خرج. برو بیرون آقا برو بیرون. سلام. خیلی زایه اومدیم. خیلی خوشگل اومدیم تو. خیلی خوشگل. اینه که اصلا خیلی کیفیت ویدیو خوبه. خیلی کیفیت ویدیو. خب عرض بریم اینجا بغل هم باشه. بده من بچه‌ها برای اینکه بتونیم آیتم ارزون گیر بیاریم خیلی من میکروفون رو پایین آوردم که صدامو اینم تو ویدیو ارزون ترین چیزی که بود قلبم بود که دزدیدنش. برو بیرون. رفیقا من بودم که رفیقام فروختم. رفیقای گرام. برو بیرون. نه بیا. اول نیا کن چی بهت بگم تو صدا بیا. نه آقا همین دیگه اصلا بیا اون بر بریم. اول آیتمای اون بر فکر کنم بهتر بشه. بچه‌ها بند متال بودن. آقا بند متال روبی بریم. واسه متال بده خفن. متال او آجی ول کن. مگه چیزی هم فیمس هم مگه؟ چرا آخر رندوم تا کنم؟ چرا؟ بریم دنبال چی؟ داشت خیلی خفنه. قربونت برم تو ویدیو اوکی. چی بندی؟ صدای پیرسدی رو بنویسارم. خب FM7 فون دارم سمت قربونت آقا قربونت. یکی بچه‌ها شارژ میکروفون بالاخره تموم شد. یعنی لعنت به این چه لفظی بود ما اومدیم شارژر ببین این دیوانه ها. خب ما داریم میچرخیم هیچ غلطی داریم نمی‌کنیم فقط داریم چرت و پرت. خب بعد همچنان یه خرید داریم. حاجی احساس می‌کنم سکیوریتی داره بد نگاه می‌کنه. بریم صاف کن. یه چیز دیگه می‌خوام بگیرم من آخه. چی بگیرم؟ ارزون ترین که چی می‌زنه تو حساب؟ اول گیت داره. بریم اونور. بریم. بس آقا بس بیایم. بچه ما این شوتی گرفتیم دیگه. خیلی با این دوتا مداد دیگه خیلی حالا اجرایی میشه که متوسط دیگه، نه کم نه زیاد میشه. گرفتیم دیگه تست کنیم ببینیم با کمترین بگیریم بریم برای تستش و حساب کردن اینا. بریم بچه‌ها اون یه دونه مداد نشد. تو هم نفهمیدی اون لحظه مداد نشد. پکی بود یه دونه ای نمی‌تونیم بگیریم. ولی اون که مدادی که تو گرفتی ولی خب بچه‌ها آره دیگه یه تعداد کمی گرفتیم چون نهار قراره بخوریم دوستان. 370 تومان 370 پشمام حاجی عرضون ترینایی که گرفتیم. آره 370 تومان شد که واقعا انتظار نداشتیم اینقدر بشه. جدی میگم چون خیلی کم گرفتیم. خیلی عجیبه بچه واقعا. خوش برعکس مطالعه حساب می‌کنم. برعکس مطالعه دارم نمی‌افتم. خیلی بهانه داش خیلی خوب داریم. پشت سرمونه ول کن بنده خدا رو ول کن. نمیشناسیم کیه مثلا. بچه میکروفونمون شارژش تموم شد. بچه آمنی من چی؟ اینجوری فنا میدونم آمنی من تو انزل مال مغازه داره. داش نمیدونم چی داره حرف میزنیم. نمیدونم آقا بریم واسه تست ارزون ها. بله دوستان بذار اینو بذارم اینجا. مداد خرید مداد نه اون هدیه بدم. بچه آقا نه بریم برای اول. آقا ببین
به پول نداری دیگه برای پول اینقدر بس فرصت تمام پیاده میشی همین دوزش کاره دیگه من میگم ما این ویدیو رو برای ویدیو هزینه میکنیم بچه لایک ساب کامنت پیج اینستا منو فالو کنید پیج من فالو کنید بچه کانال تلگرام جوین بشید بچه داریم زر میزنیم بالا من اول داریم چطوره دیگه تو کانال تلگرام جوین شو به خاطر موهای من جون شد واقعا به خاطر موهای اول جوین شده اول داره کشل شد آقا بریم برای تست داشتی 19 دقیقه داریم خوبه باور نمیشه یه پادکست ثبت کرد بریم برای اولی شیرکاکو شیرکاکو حقیقتا چی؟ بخوریم تایش بخوریم بشکنیم ببر چی؟ یا تایش بخوریم بشکنیم ببر آه راست میگه اینو بزنیم برای ته نه یه چیزی بزن بریم از بارو شروع کنیم تو پروتئین بار گرفتیم خب کدوم میخوایی؟ پسته قیسی یا پسته و چیز فران بریم همین ده باید اینو تست کنیم ببینیم که این دوتا چقدر شد؟ 30 تومن آن دوتا 30 تومن آره دونه 30 60 تومن خب واسه منم بیارم بمونیم به هم بعد بخوریم اوجینی حاجی مزه یه چیزی میدی که خیلی برام عالی مزه اشتیگه اینا هم شده یه مزه آشنا خوبه خواهی نمیتونه زیاد بگم من که من زیاد داره میگیره اون پروتئین باره چقدر من یه پروتئین داره خیلی پروتئینش بالایی داشت من خیلی گره بس شدم سیر شدم بخوای من سیر شدم بچه ها بگید که ویدیو رو دیدیم با ادامه بعدی میخوام برسم بچه خوب بود ما از دیدیم برای آیتمای بعدی دو تا کیک دوست دارم کدوم من نمیگیرم اصلا نیاز سوال نمیخوام ببین من یه گاهی می‌رسونم خیلی وقت بچه من 4 ماه من قطع کردم تو این ویدیو خنده شروع کرد بچه من عاشق این کیکم دیوونه شم نمیم چرا واقعا عشق ببین به این نمره 1 اصلا نمره 1 نبرد شد رتبه 1 نمره 10 از در واقعا خیلی خوبه این خیلی اون نکن تو چشم خیلی ساکت بریم برای آیتم بعدی بدم میخوریم اون دوست نگیره من دو وقت باشم آقا برای اینکه به شروع ببره برای اول ما از دفعه آب لیوان رو نمایی کنیم بچه حال میکنید چه گرفتیم دوتا گرفتیم دوتا یه شعری بودیم که دوتا رو بیزه لورد منطقش خوب می‌نویسه لوردم رپم با کلاسه مثل کد تک دافه خوب بود گرفتم لوک نه دافه تو مشتم گرفتم کین کنگم ای